لحظات شرم‌آور کنسرت جدید لطیفه عزیزی در امریکا. لطیفه عزیزی این کنسرتش را چطوری برگزار کرد؟ آیا با واقعیت لطیفه عزیزی برای همیشه از هنر آوازخوانی دوری گزید؟ لطیفه اکنون در کدام کشور است و مصروف چی کارباری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. لطیفه عزیزی یکی از هنرمندان خوشنام کشور که وی شهرت و محبوبیت هنری خوبی دارد. لطیفه بعد از آن که در برنامه ستاره افغان تلویزیونی طلوع اشتراک کرد و توانست در این برنامه رقابتی موسیقی مقام 4 را از آن خود کند، وی به کارهای هنر آوازخوانیش و یکبارگی پرداخت و توانست در مدت خیلی کوتاه جایگاه هنری خوب در میان مردم افغانستان برای خودش کسب کند. لطیفه عزیزی عاشقانه به برنامه‌های هنریش می پرداخت، اما بعد از تحولات سیاسی در کشور لطیفه افغانستان را به مقصد امریکا ترک کرد. بعد از آن که لطیفه عزیزی به امریکا مهاجرت کرد، ابتدا در رستوران من حیث مهماندار اجرایی وظیفه می کرد، اما بعدها کاملا از راه هنر موسیقی و کار و فعالیت شخصیش به دور شد. برای برندهای مختلف مدلینگ می کرد. لطیفه با طرز پوششش بارها مورد نقد شدید مردم افغانستان قرار می گرفت. اما تازه تصاویر لطیفه عزیزی در صفحات مجازی از کنسرت جدیدش نشر شد که وی در این کنسرتش برای همیشه از هنر موسیقی خداحافظی کرد. این کار لطیفه عزیزی مورد نقد شدید علاقه‌مندان و دوستداران صدایش قرار گرفت، ولی ما در انتظار نشر آهنگ‌های جدید از این بانوی هنرمند خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.